وقتی که تاریخ به ما هشدار می‌دهد. قحطی بزرگ ایران، فریاد خاموش تاریخ. سالهای 1296 تا 1298 خیابانهای خاکی ایران پر از سایه‌های مرگ. روزهایی که انگار آسمان هم با مردم این سرزمین قهر کرده بود. گرسنگی، بیماری و اجسادی که گوشه و کنار شهرها و روستاها افتاده بودند. این داستان قحطی بزرگ ایران است. فاجعه‌ای که میلیون‌ها نفر را به کام مرگ کشید و هنوز هم در سایه تاریخ گم شده است. ایران آن روزها زیر چکمه‌های بیگانه له می‌شد. جنگ جهانی اول بود، جنگی که ما در آن هیچ نقشی نداشتیم. اعلام بی‌طرفی کردیم، اما انگار برای قدرت‌های بزرگ این فقط یک کاغذ پاره بود. بریتانیایی‌ها در جنوب، روس‌ها در شمال و عثمانی‌ها در غرب مانند کرکس بر سر این خاک فرود آمده بودند. گندم و جو قوت غالب مردم را به زور می خریدند یا می دزدیدند. انبارها خالی شده بود و مردم مانده بودند با دستهای خالی و شکمهای گرسنه. خشکسالی کمر کشاورزی را شکسته بود. آفت غلات را نابود کرده بود و بریتانیایی‌ها بدتر از همه جلوی ورود غذا از هند و آمریکا را گرفتند. انگار عمدن می‌خواستند این ملت را خفه کنند. قیمت نان سر به فلک کشید. مردم برای زنده ماندن علف می‌خوردند. موش و کلاغ شکار می‌کردند و حتی گربه‌های کوچه و خیابان. اما این فقط یک روی سکه بود. وقتی گرسنگی از حد بگذرد، وقتی امید رنگ ببازد، آدم‌ها به جاهایی می‌رسند که هیچ کس نمی‌تواند تصورش را بکند. گزارش‌های تکان دهنده‌ای از آدمخواری در همدان و جاهای دیگر به گوش می‌رسید. آدمخواری، فاجعه‌ای که نشان می‌داد مردم تا کجا از ناامیدی و گرسنگی سقوط کرده بودند. بیماری‌ها مانند هیولا در شهرها و روستاها میچرخیدند. وبا، تیفوس و آنفولانزای اسپانیایی که دنیا را درو می‌کرد، در ایران هم بیداد می‌کرد. سوء تغذیه و نبود بهداشت مردم را مثل برگ خزان می‌ریخت. در شیراز گزارش می‌شد که فقط در یک ماه 1/5 مردم شهر از آنفولانزا مردند. خیابانها پر از جنازه بود و هیچ کس نبود که حتی مردگان و اجساد را دفن کند. میلیون‌ها نفر از مردم ایران بر اثر این فاجعه جان دادند. محققی به نام محمد قلی مجد میگوید 8 تا 10 میلیون نفر، یعنی نزدیک نصف جمعیت ایران، باور کردنی نیست، مردند. خیلی ها این عدد را اغراق‌آمیز می‌دانند و میگویند شاید 2 تا 4 میلیون نفر جان خود را از دست دادند. اما حتی اگر این عدد هم درست باشد، به نسبت جمعیت آن روز ایران رقم بسیار بزرگی است. یک فاجعه ملی. میلیون‌ها زن و مرد و بچه فقط در عرض چند سال از گرسنگی و بیماری نابود شدند. انگشت اتهام بیش از همه متوجه بریتانیایی ها بود. آنها نه تنها غذا را مصادره کردند، بلکه پول نفت ایران را هم ندادند تا دولت بتواند به مردم کمک کند. احمد شاه قاجار و بعضی از نزدیکانش هم متهم به احتکار غلات می شوند.
ضعف دولت، فساد و بیکفایتی همچون سمی در رگهای این ملت تزریق می شود. اما در میانه این همه سیاهی و تباهی حقیقتی درخشان وجود دارد: استقامت مردم ایران و امید به آینده ای روشن که ایران دوباره ساخته خواهد شد با همت و تلاش و میهن پرستی آنهایی که نام ایران و وطن از هر چیزی برایشان مقدستر و بزرگتر است. مردمی که حتی در بدترین روزها باز هم ادامه دادند، ساختند و زنده ماندند. اما چرا این فاجعه اینقدر برای ایرانیان گمنام و مهجور و ناآشناست؟ چرا در کتاب‌های درسی امروز ما، در سینما و تلویزیون و فیلم‌ها و قصه‌های ما کمتر از آن می‌شنویم؟ شاید چون اسناد آن هنوز در آرشیوهای بریتانیا خاک می‌خورند. شاید چون تاریخ نگاری ما بیشتر دنبال قهرمانسازی بوده تا روایت این زخم‌های عمیق. اما این قحطی بخشی از هویت ماست، بخشی از دردی که ما را ساخت و ایران پس از آن از خاکستر خود برخاست و بخشی از مقاومتی که ما را سر پا نگه داشت. قحطی بزرگ ایران فقط یک داستان غم‌انگیز نیست، یک آینه است که نشان می‌دهد ما که بودیم و چگونه دوام آوردیم. تاریخ و رویدادهای مهم زندگی ما تکرار می‌شوند اگر آنها را ندانیم و از آنها درس نگیریم و باز همچون یک دژاوو آنها را به خاطر می‌آوریم که چقدر برایمان آشنایند. فراموش نکنیم که ملت ایران حتی در تاریک‌ترین روزها نور امید را پیدا کرد. این تاریخ ماست، این درد ماست و این قدرت ماست.